شهید مهدی زین‌الدین امشب در غفلت این حفاظتی‌ها یه مهمون ناخونده داشت. یه عقرب سیاه چغر تا پشت سنگرش اومده بود و داشت جاسوسی میکرد. وایسا ببینم کجا چنین شتابان. جوان از نسیم پرسید دل من گرفته از اینجا، حفظ سفر نداری ز غبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان، به هر آنجا که باشد به جز این سرایم. به سفرت بخیر اما تو دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را. دیگه باید به زور متوسل، چاره نیست. ما رو باید فکشو گرفت، عقربم بند آخر دومش رو بگیرید دیگه. باید اول باید چوب بذارید رو دومش که دیگه تکون نخوره، چون خیلی تقلا میکنه، خطرناکه اگه بزنه. بی‌بند و باری و بندگی نکردن و دهنکجی به خون شهید کردن و به این نعمات خدا چه فایده داره؟ این نشد آزادی، این نشد استفاده، این همش طلبکاریه که به این دنیا میمونه. اما با خودمون اخوی شهیدمون حالا میگفت ای دوست چرا از عاقبت بی‌خبری، حالی که داره میخونه 15 اصلش تازه تکلیف رسیده. ای دوست چرا از عاقبت بی‌خبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری، سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمانم ببری یا نبری. گردانی هم که گفته بودن یک بار مصرفی، هر عملیات 1% احتمالش برگشتنتون بود، این عملیات 1% منتفیه. قطعا کل گردان کشته خواهند شد. که ما اومدیم خودمون تو آب با تخریبچی سیمکاردارا رو قیچی هم 2 تاش قطع کردیم افتاد تو آب با سرریزه. اصلا ما فقط سرریزه، اصلا سلاح هیچ کدوممون این یک گردان نداشتیم، چون جنگ مکملتر بود. بدون سر و صدا اولین خط خیلی بد باید شکسته میشد، نیروها میاد خط دوم. موقعی که ما مثلا سیلمن داریم بالا دیدیم که سیمکاردار فرشی کشیدن سینه سیلمن، سیمکاردار رشته‌ای کشیدن خیلی محکم منتش مثل هر چیزی زیر پا شما 25 تا 30 سال از زمین بالاتر، نه از زیرش میشه عبور بکنید، نه از روش میشه بپرید. مجبوری که اینا رو قطع کنید. یه موقع تو قطع کردن اینا بعضیاش به مین تله میشد، بعد اینا منفجر میشد. خیلی مهم بود بعد مواظب باشید که این اتفاق نیفته. اون موقعی که ما از سیلمن بریم بالا یعنی هیچ راهی نداریم. شهید مهدی کاظم بابایی 17 ساله خودش رو پرت کرد روی سیمکاردارا، جوون 17 ساله. چند صد تا خار، شما هر کجا سیمکاردار رو دیدی محض رضا خدا یه جاشو بگیر، 4 تا خار تو دست شما فرو میره. طول و عرض یه جوان 17 ساله رو تو نظر داشته باش، پرت شده رو سیمکاردارا، چند صد تا خار تو بدنش میره. بعد موقعی که نفر آخر رفت این خودش رو کشید توی پیشونی تا پنجه پا مثل آبکش خون ریخت، سوراخ شد. پس امروز ما یادمون باشه که مدیون خون این بچه‌ها هستیم. و من لحظه با جانبازی یکی از بچه‌ها رو بگم که 2 تا تیکای نام رو براتون گفتم. دیدیم یه شیء قرمزی داره میاد طرف ما. چی بود آقا؟ موشک آرپیجی رو میزنن روشون شلیک میکنن، میزنه تو شیمی تانک. این چرخای زنجیری تانک میپوچه از هم. تو ماشین میزنن، ماشین از هم میپوچه. تو سنگر میزنن زیر روم. پس برای گوشت و پوست و سخن ساخته نشده. اون که ساخته برای تانک ساخته. تانک. بعد این آقا موشک آرپیجی اومد به بازوش اصابت کرد، پروانه‌ای هم که دنبالش هست پروش رو درید و رفت. چون نوک آرپیجی بعد یه جای سخت بخوره منفجر بشه. این سختی نداره که. رفت به این نخل خود منفجر شد. این دست از بازو قطع شد. به یه پوست من دیدم داره میچرخه. نگاه کردم گفتم دستش من داره قطع میشه. بعد دستش اومد گفت دست داره قطع میشه. گفتم نه من دستو میذارم تو سینه‌ام، چفیاتم میبندم روش، برو عقب تا اورژانس. خدا رو چی دیدی شاید چسبید. میخوام با یه روحیه بفرستمش عقب. بابا جوون تو بوده دیگه. افتخار کن سینه‌ام سپر کن که اینطور تربیت کردی. لقمه حلال، شیر پاک مادر، تربیت صحیح. چی تربیت کردن که آدم واقعا کیف کنه. امروز خیلی از مادرها اصلا این اصل مسئولیت که تربیت صحیح فرزند یادشون رفت. به امان خدا سپردن عمل. خیلی مهمه. بعد تو همین حال دیدیم که آقا ما تعارف می‌کردیم که این دست قطع بشه و نمیشه چیکار کنیم. یه گلوله منحنی اومد، حالا خونپاره یا تو ما شیرجه زدیم زمین، دیدیم دسته افتاد. یعنی خودش قبلا من گفتم کار بکن، من نکردم. گفت من دلم نمیاد، رو میکنم اون طرف دست منو بکن. کی دلش میاد؟ جواب پاری جگر آدم. بعد این دست افتاد. اصلا زحمت نداد که دلار بشه، دستو برداره. با پاهاش زد انداختش سینه نخلی و یکی از بچه‌ها تا مشت خاکی به روش جونش گذاشت کرد دست. چون هدفش شد. ان شاء الله که از ما راضی باشه. بسم الله. بیایید قدم بر این دل تنها گذارید. نبودی
نگاهم یاد یاران کرده امروز، مرا سر در گریبان کرده امروز، مرا سر در گریبان کرده امروز. غم و فریاد من از این و آن نیست، دلم یاد رفیقان کرده امروز. غم و فریاد من از این و آن نیست، دلم یاد رفیقان کرده. سلام منو بپذیرید آی شهدای عزیز من، آی همسنگرای خوبم. یادم بیاد شور خدایی داشتیم، چه بزم خوب و با صفایی داشتیم. بهار بودش اما مثل خزون رفت، چه روزای خوبی ز دستمون رفت. خاطرمون تک و تنها موندن، تو دل نخلا همگی جا موندن، تو دل نخلا همگی جا موندن. کنار سفره ای ز چفیه هامون، سادگی بود همیشه تو دلامون. برای هم مثل یه شمع میسوختیم، لباسای هم دیگر رو میدوختیم. میرم به اوج آسمون صدامون، چه شوری داشت کمیل و نطبه هامون. اگرچه روی چهره خاکی بود، اما دلامون همه افلاکی بود. نمازمون پرواز تا خدا بود، گریه‌مون خدایی بی ریا بود، گریه‌مون خدایی بی ریا بود. اونا که رفتنی بودن با امید، چهره‌هاشون میشد شبیه خورشید. اجل از اونا دیگه شرمنده بود، به روی لبهاشون هم اشکنده بود. با خدا درداشون رو گفته بودن، مرگو به بازیچه گرفته بودن. تو لحظه های حمله قوما میشد، کربلا اونجا هویدا میشد، کربلا اونجا هویدا میشد. چه جود و بخششی عجب بزلی بود، دستا و بازو و اول فضلی بود، دستا و بازو و اول فضلی بود. فراق اکبر روی سینه هامون، زلاله ها شاخه فقط یه جامون، زلاله ما شاخه فقط به جامون، زلاله ما شاخه فقط به جامون. به یاد شاهی که کفن نداره، دیدیم گلی سر به بدن نداره. بازم خوب شد بابا ندیدی، این فقط خواسته کربلاست که طاقت نداری ببینی. خوبه که مادرها فقط شنیدن، جون دادن گلاشونو ندیدن. اونجا فقط باید زهرا ببینه. اما یه مادر و سراغ دارم من، دیده گلش رو زیر تیغ دشمن. اون نجیب رو سینه حسینش نشسته، گوشه یه غزلگاهی داره میگه غریبه. آخ
شما شهیداتون رو چقدر احترام کردید. خودش میدید با دل قلب در تب، چی شد تن گلش به زیر مرکب. میدید به تن دیگه کفن نداره، حتی یک کهنه بیرون هم نداره. خدا کنه خدا دیانت بده، بر لب ما جام شهادت بده، بر لب ما جام شهادت بده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.